خوشا به حالتون ثابت باشید، خوشا به حالتون صادق باشید، خوشا به حالتون به ملامت کنندگان اهمیت ندید. این دین به شما بر این صادقین، به شما بر این مردها، به شما بر این کسانی که غیر از رضایت الله دیگر کسی نیست، همین چنین به مردهای صادقین که فقط عهدشون به الله هست و از ملامت کننده پروایی ندارن دین ثابت میشه. همه رفتن خودت هستی، طالب علم تنها هستی، ثابت باش، صادق باش، حق به تو ظاهر میشه. مهم این نیست که همه بر نزد شما باشد، مهم این است که حق با شما باشد، مهم این است که شما در حق باشید. یأتی النبی صلی الله علیه و سلم یوم القیامت فلیس معه احد. روز قیامت پیامبری میاد که همراه او هیچ کسی نیست. معنای هیچ کس همراه او نبودن این پیامبر الله را گمراه گفتن نیست. کسی پیامبر را گمراه میگه کافر است. اما پیامبر دعوت کرد، حق گفت، کسی قبول نکرد، عیب او است. وظیفه من و شما طالب علم ها حق در حق بودن و حق ظاهر کردن است. کسی لبیک گفت، نگفت، وظیفه ما